فرزاد به خاطر اینکه بیکیبی نداره اومده لای درختا نتونسته با تو فایت کنه، خایه کرده. ولی بیکیبی داشتش خایه کرده. فرزاد نگاه بزن آقا. نه بابا ربطی به بیکیبی به نظر من نداره. ما هایگراندمون قوی نیست. داداش این ربطی به بیکیبی نداره. حالا همین فرزادی که الان ولی تا دقیقه 47 بازی بیکیبی نیورده، دست پیشش استورم جلو ماه، استاتش 17 که آیتم یکش فرست آیتم بیکیبیه. بابا چاکولو ببن بابا، ازت تعریف کردم فروش داری دوباره. آقا یه دقیقه برای نگاه کن ببین ابوالفضل، توی بازیات خود داداش دوتا بازی کردی، الان میری میبینی فینال اینترنشنال لیکوید ریزور کریمی کشه داداش شده گیمینگ گلادیاتور. چرا تو میگی کری نداشتید؟ ریزور هست، وید اسپریت هست، خود کوین هست، دوم پوزیشن 4 هستش که دوم رو هر کوری بخواد بزنه راحت میکشه. ما تو کل بازی رو کل بازی آفرین تا بیایم به فایت هایگراند، بعد وای میسی 20 کی فار میکنی، تو 20 کی جلوتر میافتی میگی اوکی حالا میریم فایت هایگراند با ایجز تازه. اینم بازیشو 10 سری تو لابیای خودمون کردیم. این بازی ما ضعیف‌تر نبودیم هیرویی، خیلی هم قوی‌تر بودیم. کوین میرسید به دررنجه، وید اسپریت میرسید به دررنجه، دررنجر آوراش امماری هم که بیشتر بودید. چرا گفتید؟ میگم بیکیبی نداشتیم داداش، دارم میگم بیکیبی نداشتیم. تا صبح بگو من بهت میگم بیکیبی نداشتیم. وایسا کی بیکیبی نخریده بود آقا؟ فرزاد حالا اینجا چرا آقا اینجا ما داریم درو رو میبینیم، میخوایم دایوش کنیم نمیتونیم دایوش کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض نداره. آره داداش این الان دایو هم میکرد بدون بیکیبی هم میکشت، اصلا نیازی نی بیکیبی کنه. یعنی چی بدون بیکیبی؟ داداش ایمپل میاد، پیریمال اضافی میشه. ابوالفضل چی میگی؟ ابوالفضل میخواد پافشاری بکنه سر غیر منطقی بودن. یه دقیقه بک بده جون داداش، یه دقیقه بیا عقب. یعنی سالار این دو نفری مردن که ما ایده نداریم بای بک دارن یا ندارن. دو تا مردن درسته؟ آره. اینجا الان وید به پر رو من بدون بیکیبی میمیرم، بیکیبی هم نداره من میمیرم. تو هم شادو بلید داری، هم هوریکین داری، هم لینکن داری، هم دو نفر معلوم نی بای بک دارن یا ندارن. ما گلیف نداریم داداش. اینجا بازی بگاهی میشه یارو بخواد اونجا دایو بده، بعد تو شادو بلید داری. از اینجا مثلا ما تو امیر این الان آقا 5 تا هیروید اینجا کف لاین، جواب منو بده، فقط اینو میخوام بدونم. 5 تا هیروید درسته؟ 2 تا یارمون مردن. اگه وید منو بگیره میمیرم یا نمیمیرم؟ فرق داره. مردن داریم تا مردن. 2 نفر مردن ما خبر نداریم ازش. شما گلیف داری، 2 نفر دیگه تونم زیاد در دسترسمون نیستن. ما اگه تو رو بکشمون 2 نفر بای بک کنن ما خودمون بمیریم، همین اتفاقی که الان داره میفته. الان تو من بگو وایسا پک بده این 10 ثانیه قبل بزن این فایتو به ما نشون بده، بگو ما چیکار باید می‌کردیم. من بگو الان تو این 10 ثانیه علت این که ما این فایتو خوردیم هیروهای قوی شما بود یا نداشتن بیکیبی ما بود؟ بگو. ببین اینجا کوین بیکیبی داره ولی به بیکیبی نرسید مرد. همین. خب منم دارم همینو میگم دیگه. یعنی این بیکیبی ببین 2 تا میخوره میمیره با این هم. شاید خب آره دیگه منم دارم همینو میگم. حالا کوین این طرف، شما 2 نفری افتادید به جون کوین، ما این ور چی؟ بعد من تازه نگفتم فقط فرزاد، گفتم خود من، یعنی خود منم بیکیبی ندارم. بعد من الان بحثم مثلا دقیقه 40 نی، من بحثم دقیقه 20 نه الان. آقا همونجایی که 13 کی جلوی ما بیار کوروش، همونجایی که 13 کی جلوی ما گفتی 13 کی جلوی اینجاست کم یکم بیا همینجاست دیگه 12 کی داریم. آره خب 12 همینجاست اصلا فکر کنم زنده میشه. نه داداش بیا 13 کی جلوی هممونو میکشید بازم یه تاور نمیتونید بندازید. آخه ما اصلا پوش ندادیم. آره پوش ندادیم. الان مثلا اینجا آره سنکینگ زد رود مادرم باشه فرقی نداره. خب ما الان اینجا کشتیم. خب شما داداش داریم میکشیمتون زنده میشید دیگه. کریب لاینا پوش نیستش که. الان مثلا یورو تاور زنم داشته باشیم تاور گلیفه. الان ببینیم چه اتفاقی میفته. الان شما زنده شدید. خب دوباره برنامه همینه. دوباره ما انقدر شما رو میکشیم، همون چیزی که وحید گفت.
دوباره برنامه همینه، ما اینقدر شما رو میکشیم تا همین کارو میکنید تا وقتی که میاد تریانگل فیت حالا نگاه کن، حالا نگاه کن خودت هم بعداً میفهمی من الان نگاه کن میاد فیت میدید به خدا. ما الان 13 کی نتورک جلویید میاد میمیرید، یه دونه دت میگرفتیم 12 کی 13 کی. گفتم با یه ریپلیه دکتر دون نوشته دون. آره میبینی ما داریم فارم میکنیم. من دارم باشه بزن چی میشه الان. نتورک هم جابجا نشده که ما 13 کیشو 14 کی داریم ما جلوتر میافتیم. ما 12 کی 2 کی اومدیم بالاتر. آها اینجا فرزاد به مصطفی گفت نرو. مصطفی رفت. حالا این سوتی اوکی. ببین دقیقاً سر دونه دونه هم عقب افتادید. حالا من نشون میدم انقدر اینجوری دونه دونه مردید. باشه فایت میشه. برو فایت از این فایتر میشه. آره اینجا میاد رو من. خب اینجا ما منتظرم یکی خوردید. حالا اینجا اصلا من اینجا مونده بودم با سالار صحبت میکردم اینجا چی شد. انقدر وحید اینجوری دونه دونه مردن. خب اصلا اون 13 کی 12 کی کامبک شد. ببین حالا یه دونه دت ببین چقدر گلد داد. 1000 تا. خب حالا میزنیم کله پر. من دارم فارم میکنم. بابا تیم فایت رو بیار. بابا یه وای بزن. ما الان بازم به نظر من عقب نیستیم. الان خیلی هم جلوییم. خب الان نگاه کن دیگه. بزن لول اپ. بزن رو ببین اینجا. نه همون نتفورس اوکیه. بزن رو همون نتفورس. 14 اصلا کل لول اپ که کورا کلا 2 تا نتفورس هم بزن. نتفورس بزن. مثلا تیم فایت بیار کوروش. تیم فایت بیار مثلا یادم نمیاد. داداش میای دونه دونه فیت میدید به خدا. من میگم شما باور نمی‌کنید. اینجا تاور 2 تون رو میزنیم ایجیز میریم روشن. یعنی تاور 2 چقدر طول کشید ترکید. الان ببین نتفورستون کمتر داره میشه دیگه. هی ببین چقدر شد کوروش. سالار 13 کی یه تاور 2 هم زدید. اچ پوینت کمه چون با هم موویدید. بیا این همون چناست که داشت لاین پوش میداد. الان مجبورید بعد روشن تله کنید وسط. بعد ما میگیم بالا رو پوش میدیم. روشن رو یه رو طول کشید ما زدیمش. هیرامو روشنزن نبود اصلا. آره هیرامو روشنزن. ایجیز رو می‌خواستیم دیگه. ایجیز رو ببین. من که نمی‌میرم. من سر همینم وحید 5 با هم موو میدادم. ما داشتیم سال حالا تاوره مثلا تاور بالا میخوره. خب نتورک. خب حالا وایسا اینجا نگاه کن. اینجا فایت. خب نگاه کن. اینجا من گفتم آقا خودش اینجا دوباره دوم مرد. درسته؟ خب ببین چقدر گلد داد. 1000 تا گلد یه پوزیشن رفت. خب تموم شد. منم رفتم. بزن یه بک بده. لاشی هستی. چرا اینجوری میکنه؟ خب وایسا از اینجا شروع میشه. اینجا گفتم آقا خودش این ایلوژن به خدا تکی تکی انقدر اومدن مردن. اون 13 کی میشه 4 کی. نمیبینه اینا رو. وایسا ببین اینجا که اول مصطفی تیاری اول زد من در میرفتم. من بوتاف. خب حالا میگیم آقا حالا باشه. حالا وایسا. نه وایسا یه دقیقه بک بده. بزن رو فرزاد یه دقیقه. اینجا من داشتم میگفتم خودش این ایلوژن است. پینگم دادم. من ایلوژن فرستادم. همه رفتن دنبال ایلوژن وحید. منم وایسادم. ببین اینجا نفهمیدی چی شد. ببین اسلو کن. نگاه کن. الان من امیر رو دارم میزنم. میگم آقا خودش این اینجاست. توی این ایلوژن است. ایلوژن فرار دادم. 3 نفر دنبال پینگ دادم. گفتم آقا خودش این ایلوژن است. اونو ول کنید. همه رفتن دنبال ایلوژن. منم امیر رو پشتم. فکر کردم اون یکیه دیگه. من که اصلا از اون دارم بس کرده به اون. فرزاد اگه تو میگی خودش اونه تو 3 تا جامپ زدی رفتی اون و چی میگی خودشونه؟ در اینکه وقت شایان پرید به خود امیر من خودم گفتم ببین اون صحنه شایان پرید. آقا اصلا من میگم این فایت آقا ما آت پلی شدیم. ابوالفضل خوب کار کرد. اوکی. کلا یه دوم مرد اصلا چه فایده. یه ایلوژن دادم وحید سونیک ویو و وصل ریزور و ویلس بزن این فایت رو نگاه کنیم. اینجا که 3 تاتون رو تو ثانیه کشتیم یادمه. آره داداش ما هم اشتباه میکردیم. خیلی اشتباه میکردیم. نه خب میگم ادامهش بریم تیم فایت ببینیم. اینجا همونجاست که الان مردیم ولی نمیتونید یه دونه تاور بگیرید. فرزاد تکی میزنه ابوالفضل نگاه. بابا من بیشترین تاور دمیج گلیف نداشت. یه دقیقه پاز بده. سیا الان گفتی تاور نزدی. تاورم زدیم دیگه.
کریپا باید بیان تا تاور بزنیم دیگه. چیکار باید بکنیم؟ گفتم برگشتین خونه اول دوره همون 13. نمیدونم یکی گفت آقا تاور نزد. ابوالفضل تاور نزدیم که زدیم دیگه. آنجا نگرد اسلو کن آفرین. آره این فایت اسلو کن. اینجا دکتر فرزاد اوت پلی میکنه. شب بخیر. اوکی. فرزاد بیاد دیگه. آقا ببین اینجا دو تا کور رو منن. سالار وصله. مصطفی که اصلا نیست تو بازی. مصطفی نیست. دور بازی اصلا. خب نه دیگه داداش دیگه کسیو نه. خب حالا پاز بده. الان اگه تو BKB داشتی میرفتی رو سر درو رنجر، سنکینگ یا چن یا لیچ یا خود درو کیرتون میتونستن بخورن؟ نه من گفتم BKB درسته. الان نگاه کن. خب ابوالفضل میگه به BKB ربطی نداره. الان ابوالفضل اینجا باید بازی تموم شه. همینجا درو رنجر باید بمیره. خدا ببین منم میکشید همتون میمردید. نه بابا ابوالفضل ولم کن بابا. یه نفر اونجا دد داده شدیدیمن اون تازه تو فایت اضافی شده. شایان کجاست؟ شایان من ندیدمش از اول فایت. بزن اول فایت. شایان یه چیز دیگه داشت. ببین تو گفتی آقا برسید به درو، من فایت شروع شد، من رسیدم جنگل میزنه. خب داداش این مشکل به BKB نی همون اشتباهی فردیه. ببین الان 2 نفر نیستید، 3 به 5 لای مایید. تو داشت قبول داری 2 نفر نیستید؟ تو گفتی دیتکشن هم ندارید؟ فانتوم نگاه کن اینجا رو. تو گفتی بچسب درو. ببین من دارم رو درو شروع میکنم. اوکی. نه رو لیچ شروع کردی داداش. خب باشه چون نبود اون یکی کورمون. لاغر ساپورتر رو میتونستم از کنم. تازه اونجا هم داستنتی منم از نکردی. ببین یه دقیقه پاس بده. الان کور اصلی بازی با 18 که نت فورس با 2K عقب بودن از اون یکی کور بازی، 2K جلوتر بودن از اون یکی کور بازی، چه اتفاقی براش افتاد؟ الان تو بگو 3 تا دیواین داشته باشه، چه اتفاقی براش افتاد؟ چیکار باید بکنم؟ سیخ شد. بعد ابوالفضل میگه نه به BKB نیست، شما هایگران به خدا BKB هم میومد رو من گلیمرم میکرد بک میدادم. گلیمر زده بود رو خودش داداش چون رو خود لیچ رفت. آره. خب اگه با BKB میومد رو من بازم من گلیمر میشدم بک میدادم. داداش 2 به 5 دارید فایت میکنید. به خدا 3 به 5 یارامون همه هستن بابا. چرا نبودن آقا حالا وایسا یه دقیقه پاس بده کوروش یا اومد. خب حالا یه سوال اصلا آقا گیریم آقا ما این فایتو خب اونجوری که میخواستیم پیش نرفته، کورتون رو کشتیم، ساپورت پوزیشن 4 مرده. خب الان چیز مشکل داری نیستش که من اصلا بحثم رو اینه که ما شایان میمیره؟ نه آقا من نمیمیرم. من تا آخر بازی اصلا نمیمیرم. بزن جلو. ببین سالار باز من این فایت مردم، بازم کاری نمیتونید کنید. بابا من در نظر بگیر مردم. چرا بابا اینجا ببین بعد که فایت کردن اصلا نبودن، شاید دیمن و کوین عقب بودن. آفرین منم همین میرفتن جلو. خب ولی BKB داشتش اون خایه کرده. فرزاد نگاه بزن عقب. اونجا دیگه تنها بودم دیگه آخه. اصلا از اولش تو همین الانش هم نمیدونستم کوین کجاست. منم نمیدونستم کوین کجاست. نه من میدونستم مصطفی کجاست، نمیدونستم کوین کجاست. خب نیستن برای چی رفتید اون شکلی؟ آخه اصلا من اینجا رو اصلا یادمه. اینجا رو گفت فانتوم، من گفت شاید موو بذار وسط، من اینو میخوام بگیرم. به من گفتی مثلا این صحنه رو یادمه. تو اینجا کجا BKB داری میگی من در میرم چونده؟ اینجا در میره دیگه، در میره دوباره میاد دیگه. منم نمیبینم. ابوالفضل میگفت نه BKB داشتم در رفتم. نه یه صحنه دیگه بود BKB تله کردم 10 بار اینجوری بود. این فرارا دیگه ربطی به خدا به BKB نداره. علش برد تو صخره دیگه رفتم. فایت بعدی BKB تله میکنم. اینجا میزنیم فایت ما؟ نه اینجا آره اینجا جرمون میدید بابا. اینجا اصلا بازی کامبک میشه. الان تو نگاه کن. نه فانتوم باز 2 تا از پلیرامون نیستن و سالار که مرده بود ما فایت کردیم، موسی هم نبود. خب باشه منو تو دوتایی بود. باشه ما درو رو از فایت انداختیم بیرون. الان اینجا رو نگاه کن. شما نگاه کن، شما ورود کردی. حالا اینجا رو نگاه کن. ببین چه اتفاقی میفته. منم اومدم اینجا BKB رو خوردم، نابود شدیم. نصف HP رفته شما.
بیشتر از نصف اچ پی خارج. نه بابا ربطی به بی کی بی به نظر من نداره. ما هایگراندمون قوی نیست. حالا اینجا یه پسی میخوره. بعد تازه اینجا نگاه کن فرزاد شیشش هم میس میده. یعنی این فرزاد اونجا هول شدم آجی. حالا من به اونش کار ندارم داداش. این فایت نتونستی 10 تا اتک بهش بدی. خب شما اینجا تو این تایم بازی که ما 14 که جلو بودیم 2 تا کارمون با هم مردن. نه تیم وایپ شدیم. ما کاری که ببین مثلا هر کسی تو بازی یه وظیفه‌ای داره. من وظیفه‌م این بوده کر اونورو پیدا کنم دوم بزنم رو سرش. دومو زدم. یارم حالا با اچ پی 1 به دلایل مختلفی. حالا 6 تو میس شده. ابوالفضل خوب پلی داده فلان. اینجا چرا فیت دادی؟ داداش کجاست اینجا؟ نه اینجا ببین اینجا رو گفتم به موسی گفتم موسی منو بکن تو زمینا. الان میاد عقب‌تر می‌بینی. نه اینجا اصلا نگاه کن 2 تا کور اومدن رو ما. اینجا که سالار تو درست ترین پوزیشن ممکنه. نگاه کن سندم نگاه کن تیپش چیزی شیش کنسل میکنه زیر پا. شیشه من اومده رو سالار بی تاثیر. اصلا ببین اینجا کلی بعد اونجا این بر یارا رو انداختن تو قابلمه. درو پیرمال میمیره. نه من وقت داشتم اونجا هم آره دیگه. بعد من اینجا بای بک میکنم که بیام فرض لیچو میکشه. حالا ادامه فایت کجا کامبک شدید اینجا به موسی گفتم موسی منو بکن تو زمین. خب حالا اگه تو بی کی بی داشتی چی میشد؟ فانتوم دیگه 40 ثانیه بی کی بی من نمیتونستم بزنم. یوز کرده بود اول فایت دیگه اول فایت با هم میزنم. ببین اینجا داشتم به موسی میگفتم موسی منو بکن تو زمین. نگاه کن اینجا هم داشت. نگاه کن اینجا قشنگ داشت ردیم. گفتم موسی نگاه کن اینجا دقیقاً. بهش گفتم موسی منو بکن تو زمین. همشونو میکشیم. بازم نکرد تو زمین. همش استان. کلی داره میخوره. کل فایده یا داره کشیده میشه استان. ببین الان اول این فایت من بی کی بی میزدم. خب الان بقیهش چی؟ من 40 ثانیه که نمیتونستم بی کی بی نکن دیگه. بی کی بی نگاه کن دیروزش بازی میکردیم امیر فانتوم تروربلید بود درسته؟ ابوالفضل هم این گفتم ابوالفضل من 20 مسترم تو هم یه رو دارم چه وید بودی. گفتم بی کی بی میگیریم تو 6 من میچستیم بهش تو اون 9 ثانیه یه کورشون که ممترینه رو میکشیم دیگه. هیچ آدزی ندارم غیر از این ابوالفضل میچسبیدیم میکشیم. 3-4 تا فایت همینطوری شد دیگه. همین اینجاست داداش. اون بی کی بی قضیه اینطوری نی 9 ثانیه اصلا این فایت که تو 9 ثانیه میتونی همه رو خلقم کنی. این فایت که به نظرم اصلا بی کی بی تله. اصلا این فایت که خب ما اینجا بعدش میکشیم یاراتو. من اینجا میخوام هنگ کرد شیشمو نزدم لولامو. وای میزدی داداش اصلا بازی همینه. ببین بازی اصلا همینه. بی کی بی تله بی کی بی تله بقیه رو بکشیم بریم هایگراند. دوباره الان اینجا فایت میشه بی کی بی. فرض اینجا داداش به هیچی نمیرسه. تو 1 ثانیه میمیره. شایان نرسید فانتوم. من زنده موندم. شایانو کشید. خب اصلا باشه شایان به بی کی بی نرسید تو زنده موندی. خب یه سوال دو نفر نیستن. خب 2 نفر توی بازی نیستن. موسی کجا بود اصلا اینجا خوشی کرد. موسی به پای میستاد حاجی. آخه اصلا اینا قوی شده بودن. ببین یه پاز بده. یه هوای گرانده که بود میگفتم کوروش بیا بیچارهشون میکنیم. یه پاز بده. خب امیر آداب و رسوم دارید جدی میگم سیکیم خیال بابا میدونم ولی ببین با آنخش هم سخته. ببین کاملا قبول دارم. اصلا من میگم این هایگرانده بگاهیه. یه ذره چیز احساسی یا میبینید پریدن تو. اصلا ببین من اینو دارم بهت میگم. من اینجا اصلا تیلتم خودم تصمیم درست میگیرم. این اشتباه این هایگراند رفتن. خب مسئله اینجاست. خب مسئله اینجاست بازی اصلا به این حالتش نباید برسه. وحید ببین یه چیزی نگاه کن. ببین من الان خیلی ساده باز میگم اینو. اگر کوین همراه با وید اسپریت همراه با ریزور بچسبن به درو هیچ شانسی نداره. اونا هم هیچ جوره نمیتونن سیوش کنن. امکان نداره.
300 میلیون آدم بیارید سمت من بگید آقا این اشتباهه. واقعا با یه گلیمر میفرستادش میرفت همین طوری شد آخه. آقا خب اگه با یه گلیمر نمیتونه چیز کنه خب یه داست بذار جیبت. من بوتمو فروختم فانتوم نگاه کن. حالا رفت یه فاز دیگه یارو گلیمر کرد رفت عقب. خب گلیمر قوی ترین آیتم بازیه، هر کی گلیمر بزنه میره عقب. اینی که تو ببین من بی کی بی هم بهت گفتم تو راست میگی، من بعد بی کی بی رو می‌خریدم. اینو دارم بهت میگم تو میگفتی من و شایان میرسیدیم به درو، میرسیدیم واقعا هم بهش دمیجم میزدیم. آقا یه فایت نرسیدید، ستایی نیومدید یه فایت، یه بار نشده تو کل این بازی 3 نفر رو سر درو باشن، به خاطر اینکه تو نمیتونی بپری چون بیکیبی نداری. اون فایت تریانگل میاری دونه دونه اومدن مردن قبلا اول ببین وسط این معلومه یه واردی گذاشتی. نه بابا بعید به خدا اونجا کامبک شد، نه این فایتا اصلا ما خیلی ما 13 که نتفورس عقب بودیم، 13 که نتفورس جلو بودیم اونجا بازی میبریم کوروش. داشتی تو ابوالفضل ببین اون فایتی که دوم بایبک میکنه میاد فایت شلم شلواره. دکتر سالا من کارم اومدم انجام بدم. یه فایتی هست دوم بایبک میزنه میاد. وحید چرک بازی کردم وحید. میخوای بذار رو بایبک ببین کجا دوم بایبک نداره. کولانه اونجا که من میام دوم میزنم سندو میکشیمو داره میگه دیگه. آها اینجا کولانه اینجا همین فایته همین. آره بزن اوله. آره ببین ایجس دارید اصلا شما؟ نه ایجس نداری. فایت تریانگل شما ایجس دارید داداش، تو میمیرید. یه مغز پوچیده. حالا تو جا یاتاقان زدی یا ایجس داری؟ اینجا که ایجس داری. ببین من الان اینجا نگاه کن. دوباره بایبک کردی امیر درسته تو این بازی؟ نه همونجا بایبک کردم. نه همینجا بایبک. بزن الان یه دقیقه کوروش بزن رو من کوروش. یه دقیقه من نگاه کن ببین پیریمال اومده رو من، دروننجر اتکا رو منه. دروننجر داره منو میزنه، پیریمال 6 رو به من میزنه. مصطفی به جای اینکه منو بکنه تو زمین اونو میکنه تو زمین، منو دوم دارم. حالا به اونش کار ندارم. مصطفی اینجا آقا سوتیشو داده، اصلا به پلیش کار ندارم. حالا اینجا رو نگاه کن. فرزاد خوب دقت کن ببین چه اتفاقی میفته. میاد اینجا لیچو میکشه. حالا اینور چیز کجاست؟ ریزور کجاست؟ ریزور کاری که بعد میکرده سنکینگ رو بعد مینداخته بیرون، کارش کرده. مثلا به نظر من کارتو 100% کردی. الان در رنجر اینجا وایسه با کوین وایسه با وید اسپریت بخوام بزنن در رنجر رو، میخوان چیکار کنن؟ هر سه تاشون میمیرن. من بای بک کردم رسیدم، نه بابا چی سه تاشون میمیرن؟ درو رنجر فول اچ پی اینجا وایساده. فرزاد به خاطر اینکه بی کی بی نداره اومده لای درختا، نتونسته با تو فایت کنه، خایه کرده. بی کی بی میرفته صورتش الان یارو هیچ نمیتونه اصلا ولی تو دیروی نمیزدمش ولی با دیرو نمیتونه باید اسپریت بزنه. من خیلی داشتم کوخ میریختم این عقب. ولی بی کی بی میومد تو صورتم شورت شدم. ابوالفضل این تو رو خدا داداش اصلا پسیبت ابوالفضل نمیخواد قبول کنه. دو تا اولتی زد داداش، همه لevelaش ردیه وید اسپریته. اصلا ببین همه لevelaش زد ایجیز منو گرفت. اصلا بابا یارش رو ببین، یارش میمدن تو صورتت چیکار می‌کنی؟ یه بک بده اونجا که گیر کرده. نه بزن عقب‌تر اونجا که اصلا اونجا که گیر کرده بیگار رفتم. بزن عقب‌تر. آقا نگاه کن وای ما چند تاییم اینجا. آقا اینجا رو میگی وحید میومد تو صورتم؟ بیا عقب‌تر اونجا که ما رفتیم رو چیز بی کی بی کرد. بزن اونجا. باش اینجا که پاره شد. بزن عقب‌تر. این میخواد سالا رو نشون بده چه تلمبه میشه. اینجا کشتید دیگه. خب نه اینجا نگاه کن. نه میخوام ببینم فرض بی کی. الان همون هیرویی که دارید میگید اومدن تو. نگاه کن الان فرض. یه واچر رو بزن. داداش این رفتی به بی کی بی نداره. میسلهیه داداش، دیگه ضعیفه. فرزاد ضعیفه. یه دسته پاز بده کوروش. پاز بده. ندیده بودم آجی. استادم یه دونه از چیشام
ردیشه کاری نمیتونستم بکنم. تو وایسا پاز بده کوروش. کاری نمیتونستی بکنی چرا؟ آقا من گفتم بی کی وی رو با هم میخریدیم حاجی. خب دیگه منم دارم همون شد ولی بابا هر بار گفته میدونم ابوالفضل قبول نمیکنه. آقا میذارید من حرف بزنم؟ اینجا الان بی کی وی کرده، اینجا الان فکر کن وید بی کی وی کرده، من درو رنجر با ایجیز وایسادم اونجا رو میمیرم. اصلا حالا پلی بده ایجیز نداری اصلا، اینو ولش کن. ایجیز دارم داداش 3 دقیقه نداری. بیا نگاه کن، من رفتم نگاه کن لیچو چنو دارم میزنم پایینم سنکینگه. حالا فکر کن فرزاد با من میومد تو این ساپورتا میزدیمشون، دوتاشون درجه میموندن. الان حرف قشنگه. بالاخره ما باید درو رو میزدیم یا چنو. داداش تو باید با من یکی برس کنی. الان شد این حرف تو با راحت. اون موقع من چرا مین یک بازی بهت گفتم تو بچسب رو درو داداش. ببین نگاه کن چجوریه ولی ولش کن اصلا. ببین بازی شروع شد، هیروهاشون تو نگاه کن ولی جلو اینا یا پای میخری میخری دیگه. 4 ماجیک دمیج خالص. آره بابا میدونم این صحنه‌ای که وایپ شدید این نشون میده. اینجایی که میگی الان بیاد ویده با بی کی میلاموش بیارش ببین همه پاس بده ببین وحید لولاش ردی نیست. ببین ابوالفضل یه ثانیه دیگه دیرو بزنی یارو بی کی بکنه بیاد بکشته درجه میام تو دیسکورد حالتو بد میکنم. ابوالفضل 300 بار آیتم بیلد فول آیتم به فول آیتم درو رنجر به وید اسپریت ببینیم کی میزنه. 300 بار ببین الان بی کی بی هم نداری مختلف. یه ثانیه دیگه هم ردیه میاد تو صورته سایلنسش میکنی میخوای بزنی شدیدن میکنه تو زمین بعدش مردی قشنگ. اون شدیدیمون اگه میخواست بزنه لولش الان باید میکردش تو زمینه. آقا اصلا شدیدیمون نزده تو زمین اصلا. آقا شدیدیمون اصلا نکرده تو زمین. الان فرزاد نمیرسه اینجا بی کی بی نداره نمیرسه به چی. خب آقا این پل میشه میمیره. قبل ترش آقا مگه نمیگفتید من 6 تا بی کی وی میتونستم بخرم. یه دور باید میزدم میرفتم تو صورت دیگه قطعا دیگه. اصلا مگه با دخالت اولش اصلا دمیجی نمیخوردی. اصلا اولش مگه تو اصلا دمیجی دادی؟ تو رفتی واچر گرفتی. بی کی بی برای چی؟ برای واچر می‌خواستی بی کی بی یوز کنی؟ رفتم روی دروی ایجیزشو گرفتیم. خب اونجا بی کی بی میخوای یوز کنی برای اینکه داری به ای اتک میدی به درو. 2 تا هیرو افتادن به جون من. ریزورم وسط 3 تا هیروه. اصلا سنده کنسل بود. ببین حالا اینا ببین میدونی این بحث تمومی نداره اما اگر زیاد داره. من اصلا به این کار ندارم. این بحث تمومی نداره ولی میخوام اینو بگم توی این بازی که ما جلو بودیم بازی کامل دست ما بود. خب بازی کامل دست ما بود. بیلد آیتم اشتباه نذاش ما این بازی رو. حالا ببین یه ذره قبل‌تر به نظر با ایجیز درسته بریم در صورت درو رنجر بزنیم؟ نه درست یا وای میستیم نه اصلا درست نیست. ایجیزش تموم شد. من اصلا دارم بهت میگم داداش یه چیزی حالا بهت بگم. تو اگه میخوای بگی مثلا تو لید اشتباه بوده آره من اصلا میگم هم این لید اشتباه بوده هم لید آگران. کی داده؟ خب تو داری میگی درسته یا نه دیگه. آقا من میگم اصلا گفتم این لید اشتباه. خب الان تو یه چیزی رو من دارم حرف تو رو قبول میکنم میگم این کار اشتباهی بوده چه هایگران رفتنه چه تریانگل ولی تو پافشاری داری سر اینکه ما 100% بازی رو میبردیم. آینده نداریم. چرا دیگه سالار حرف اول منو فراموش کرده. من دارم میگم ما وقتی داریم لابی میزنیم اوریج MMR یه جوریه که سوتی توی زیاده. وقتی کری آینده نداری باشه مثل این یه سوتی بده بازی رو میبازید. اینو من قبول دارم. جلو باشید. من اینو اولش هم گفتم هنوزم دارم میگم بابا خیلی جلو بودید. این سوتی داد بی کی بی نگرفت. اون سوتی داد نپرید تو صورت. آره داداش خب نمیخوایم رباتی هم بازی کنیم که وایسین تو وید بزنم تو مدوزا بزن من لونا بزنم. تو منم اینو میگم. اگه کری استیبل بود
با این همه اسپیس فانت اصلا به این نمیرسید. اصلا همون دراگون نایت بود. همون مسئله میدونی مسئله چیه؟ مسئله یکی دوتا چیز نیست. مسئله میگه یارای من خب باید پرفکت بازی کنن با همین پیکوبند ببریم. خب داداش نمیشه. اصلا من همچه حرفی نزدم. اصلا همچه حرفی نزدم. ما نمیخوره. تو هم هر چقدر بازی کنی یه جا سوتی بدی میبازی. اصلا من همچین حرفی نزدم. حرف تو دهنم نزدم. من کی گفتم من همین رو گفتم. من از اولش آقا وحید گفتم وحید آقا هیرو آینده ندار بود، ما منتظر سوتی بودیم، گفتیم یه جا اشتباه میکنن. آقا اوکی تو داری اینو میگی، من دارم بهت میگم نه هیرو آینده دارم بود. تو هی داری اصرار داری که میگی آقا در رنجر وید اسپریتو میزنه. من میگم نه نمیزنه. وید اسپریت در رنجر رو میزنه. تو اینو هی نمیگی. عرض فکرت به دوتا دیگه. آخه نه وحید یاده بابا باشه ولی نه من میگم اصلا بیا رو کاغذ. بیا رو کاغذ. خب خیلی قوی تره. نه آقا وید اسپریت رو بیار رو کاغذ. وید اسپریت که بازی جلوه 17 که نت فورس داره، در رنجر 14 که نت فورس داره، بذار رو کاغذ. وید اسپریت میزنه یا در رنجر؟ بگو دیگه. وقت به خدا دو که اختلاف نت فورسه نمیفهمم. خیلی بیشتر بابا، همه ما آیتم داشتیم، ایکس پی خیلی زیاد داشتیم ما خداییش. کل بازی اونجا که اهمیت مثلا من ایکس پی ها رو ببینم مثلا اینه 20 مثلا من بزنم اصلا به خاطر همون میگم در رنجر اولتیش کنسل میشه دیگه، کار نمیکنه وقتی وید اسپریت میچسبه بهش. نه دیگه اینجا بازی رو باختیم. اینجا دیگه اصلا میدونیم بازی رو باختیم. آره بهتری میگرفتی یه سیوی چیزی میشد میزدید خیلی جلوتر بود. اصلا دیگه من همون فایت اینجا کار اشتباهی بود. این موومنت این تو تریانگل خودم خیلی بد بود. آقا موومنت اینجا خدا ما هم این بر داداش کلکسیون سوتی بودیم بابا، یکی لول نمیزد. اصلا من به اون کار ندارم. دوتا همینه دیگه داداش. من سوتی میدم تو سوتی میدی، همه سوتی میدیم. اصلا به اونش من کار ندارم. ولی تو الان میدونی من این بازی برای چی رو مخمه، برای چی من میگم کلم کیریه. تو بیای الان اینو نگاه کن ابوالفضل، اینو به من جواب بده. من سانکینگ هم اینجا چیز میشه نگاه کن. آره سانکینگ هم اینجا من دومش میکنم میاد اینجا بعدش ما رو میکشه. اینجا پیکری نرسیدی منو چیز میکشیمش. آها لینکنش کردم. اینجا بیکیبی رسیدم، بیکیبی زدم، ایبلیدم زدم. حالا نفر رو من بودی. حالا تو نگاه کن، حالا یه دقیقه پاز بده. این مثلا یکی از فایت های پرفکتی که ما انتظارشو داشتیم. بعد 49 دقیقه فایت کردیم. زمانی که دوم من خورده رو سر لینکن سانکینگ. 15 گیم عقبیم بازی. آره دیگه داداش تازه ما می‌خواستیم فایت خوب برام اتفاق بیفته. الان ببین تمام تایم بیکی بودید الان این فایت رفتیم رو سند دیگه، با امیر رفتیم سند پیدا کردیم. سند لینکن داشت اصلا نمیدونستیم اینجا اصلا هیچ کس با من هیچ کاری نداشت. فقط من داشتی منو سوراخ می‌کردی اینجاها دیگه رو سالر بیا اینجا سالر. من اینجا تیکه تیکتون کردم، هیچ کس اصلا حواسش به من نبود. اصلا میدونستیم تیکه تیکه میکنیم اینجا دیگه بازی تموم شده. آره بابا اینجا اصلا دیالوگ 2 دقیقه قبلش گوش کنی. حالا بزن یه لحظه اونجایی که اون هایگراند میاد همتون میمیری. آره ابوالفضل اینو میگه بزن اونجا. من دارم میگم هایگراند اونجا بی‌آبرو شدیم، من به هیچ چی نرسیدم. مسئله ای که هستش داداش یه تایمی تو موقعی که بازی جلویی باید از اون ادوانتیج استفاده کنی. مثلا من اون دستی که شایان نایت بود داشتم میگفتم لیچ تیپی داد پایین، ما داشتیم میرفتیم هایگراند. خب بازی تقریبا مساوی بود، لیچ تیپی داد پایین. بعد دیگه ببین اینا رو دیگه واقعا لید نیست، اینا چیزای بیسیک دوتای. وقتی تو تیپی لیچ رو میبینی کوری که میتونه قابلیت گرفتن داره یا ساپورتی که قابلیت گرفتن داره باید درجه تیپی بذاره بالا درورنجری که داره هایگراند میزنه یا هر هیروی کور دیگه‌ای که داره هایگراند میزنه. این اتفاق نمیافتاد. شما میومدید تیپی میکردید، بعد ما تیپی میکردیم، بعد اتفاق بدتر میافتاد. یا میدیدیم یکی هوک شات خورد، یکی اومدن روش، یکی تیپی کنسل کرد. من تیپی خودم کنسل کردم، نمیشد کاری کرد. بعضی چیزا رو دیگه
میدونی بیسیک. بعد حالا همین فرزادی که الان و تا دقیقه 47 بازی بی کی بی نیورده، دست پیشش استورم جلو ماه استاتش 17 آیتم یکش فرست آیتم بی کی بیه، یعنی کایا رو میخره، کای بیسیک هر استورم دیگه. نگاه کن بزن نگاه کن بزن نگاه کن بزن اون دست استورمه رو بیار. اینا بزن رو استورم ببین دقیقه چند بی کی بی میاره، چنده؟ یه چیزی بگم، این از اون بازیایی بود شناختنت دیگه. ببین اون یکی باز نگاه کن یه چیزی بگم واقعا داداش دیگه استورم دیگه 100% بی کی بی میخواد جلو نایت استاکر، جلو سنکینگ و لیچ و اینا تو نمیخواد. بابا امپلار بودی با من فرزاد، خیلی جلو بودی. من میگم نباید بگی آقا، من بهت گفتم دیگه، گفتم راست میگی تو، من بی کی بی خریدم، من گفتم نباید بی کی بی خریدم. من دارم میگم اونجا فانتوم تو من نمیتونستم برم اکو سیور بی کی بی تو بازی، که اگر اکو سیور بی کی بی هم میرفتم داداش، اگه میخواستی اکو سیور منتا ببندی میتونستی اکو سیور منتا تو ببندی، اکو سیور تو جدا کنی بی کی بی ببندی. رفتی ددالوس بستی، اسکادی بستی، برنامت حالا شد بی کی بی. من یه دونه گیریت میخریدی بعد بی کی بی میخریدی. اصلا اونجا داداش تو اگه مثلا چون دیدی که بقیه گیم‌ها هم گفتی آقا این آیتم بخرم، من خریدم داداش، می‌خواست هرستو در بیاره فانتو با خدا میدونم. فانتومی اصلا میاد تیم تو اینجوری میشه، نمیدونم چرا اینجوریه. بعدی نه جدی وحید یه چیزی تاله شده مثلا یه همه رو من باختم داداش، من دیرو تا حالا دارم میبازم. ببین همه جوری یار کشی رو امتحان کرد، بازم باخت بنده خود. نمیشه دست یک که اصلا بالانس نبود، دست یک. حالا بالانسش غیر بالانسش ما بعد اون بازی رو ببین حالا شده این دستم اوکی بود دیگه، چیش بالانس نبود خدایی. به خدا این از اون بازیایی بود کوروش فکر می‌کنی دست دومم فکر می‌کنی میبری بی کی بی نمیخری میگی شایان سالار کریمون کردن دست دوم، وگرنه اونم میباختیم. اونم یه بلک هول پرید زد باختیم. نه اصلا من وین دیگه ندارم، تموم شد دورم. از این فانتوم روز بعدت بود. نه داداش 2 روز بعد نمیشه که، یه روز بعد. فردا شب بیشتر. نه ببین گفتم اصلا ببین سری بعدی لابی بود حتما به من نگید، حتما SMS زنگ دایرکت مسیج دیسکورد گوشیم هم حتما خاموشه. داداش بیا فردا بزنیم فانتوم فردا روز توه فانتوم. امکان نداره هیچ وقت واسه نشه بازی نشه. چقدر این بازی لونا تروبلیدر من فشار بودم، چه کونی ازم پاره شد. بعد بازی رو کامبک کردم. دکتر تروبلید 3 زده بود. داداش من که فشار قبر روم بود 6 میزدم و برومستر زیر 3 ثانیه میمردم. بازی رو کامبک کردم گفتم آقا وایسید فلان کارو بکنین. یهو دیدم یکی اون وسط لنگا رفت هوا. از دیروز تا حالا همش اولتراکیت گرفتم، یه دست اومدم رمپیج بگیرم فرزاد کسکش با توتم زد این دست. آره بعد گفت ای اتک گذاشته بودم. داداش اصلا من ای اتک واقعا با توتم نزدم. ای اتک یه دفعه کلید زد 1000 تا. خب چوندا من که 2 دست 2 تا زدم، الانم 400 اینجا بحث کردیم. کونتون میخارید تو میخواستی برید گشنت بود لاپات میسوخت و اینا یه بساف دیگه بزنید. ببین